باید چیکار کنیم؟ اول باید بریم دنبال اصل. وسط تونل وحشت یه راه میونبر داره میره به باغ وحشت. تو گردن اون پیرمرده یه کلیده. اون کلید مالی یه اتاقی که توی ساختمون اداری همینجاست. اصلا همونجا زندانی شده. طبقه بالای اون اتاق یه سالن خالی سینماست که شیشه عمر زرماندی هم اونجاست. به خاطر مردم این شهر، به خاطر خودمون. این مورد اصلا تو شهر ما زندگی نمی‌کنه. تو شهر کناریه. بهش میگن شهر مدل. تمام اون کارهایی که خواستیم براتون انجام میدم. فقط به یشتونم اینه که آدرس پیرمراد نقال به ما بدید. برای پیدا کردن جواب این سوالتون باید برید قرتیشو. صبح بخیر الفت زیبا. زیبا باش و به زیبایی ها فکر کن. نیمه پر لیوانو ببین. چشم ابروی قشنگتو ببین. به ریش و سیبیلت اهمیت نده. الکی ادای زشتان رو در نیار. برقرار باش. جونه دل تو زیبایی. به زیباییات فکر کن. امروز یه روز دیگه است. روز خوبی داشته باشی الفت قشنگم. من میزنه نامرد، به من میگن جبار سینگ. به من میگن جبار سینگ. میگن اونور که خرابه است. دارم چیکار میکنم؟ نکن آقا، نکن عزیز من. آقا کمتر چیه برو جداشون کن. داره دعوا میکنه فرستر تو آدم زادی. داداش من اگه جداشون کنم کی میخواد بره فیلم بگیره؟ بزن محکم‌تر. اون بگیره چه قالا میزنن دیگه رو میکشن زشت الان. داداش همه اینا فیکه، اینا الکی دارن دعوا میکنن فیلم بگیرن بذارن تو اینستاگرام فالوور جمع کنن. الکی نه. الکی بیا بریم. الکی بزن بکن. بزن محکم‌تر. بزن. قفاش کن. بیرون قفاش کن. بیرون قفاش کن. بزنه. بچه‌ها خوبه؟ سلام آقا ارجنگ، خانم ماه پیشونی، بفرمایید در خدمت باشید. بخش شما از کجا ما رو میشناسین؟ از فضا مجازی. الان دیگه همه مردم شهر شما رو میشناسن. راسته که میگم میتونید آدم‌ها رو خوشگل کنین؟ میتونید این قیافه منم راست و ریس بکنین؟ نه عزیز من کجه. بابا شوخم که هستی. بابا هفته بعد عروسیمه. مبارک باشه، ما الان کار داریم دیرمون شد. باشه بس منتظرم. میگم دوتاییتون حسابی هم معروف شدینا. قدم بدم میاد آدم اونجوری با انگوش نشون میدن، یعنی متنفرم ها. سلام علیکم آقا ارجنگ، سلام علیکم خانم ماپیشونی. بنده خبرنگار یه روزنامه محلی هستم. میخواستم ببینم اگه امکانش هست یه مسابقه خودمونی داشته باشیم. در چه موردی؟ میخواستم نظرتون راجع به شهرمون بدونم. شهرتون ما تازه وارد شهرتون شدیم. چیز زیادی هم ازش نمیدونیم. اجازه بدیم ما. واو چه جوی خوشگلی. ببینم چه صف آدم آهنیه؟ منم بتونم سوار شم. ببینم شما بچه دیوی؟ نه. پس اینا چی رو سرتون؟ ولی واسه من شاخ دست ده. ابده. بچه‌ها بریم. یه دقیقه میگه به گوش بدن تی سر میسیر سر بنن میجانه یار میجانه یار میجانه یار میجانه یار تریاد داره نقل گوتیم نقل یه قلب و قلب گوتیم سر تلار سر تلار سر تلار سر تلار تریاد داره مریاد داره با هم گوتیم چی گوتیم یه قلب و قلب انگوری سر قلبا با خان کوگوشو کونشو رود سر بازار چی هگیره درزن برزن علی خانه که پیلازن
بیل باجم بزن های کوچی باجم بزن تریاد داره تریاد داره مریاد داره شان سردیمه جور باغمه بیچی مهیمه جیرمل لاکانه جرمل لاکانه بیلا لاکانه برسه لاکانه کوچه کانه کلگیتن با هم گوتن چی گوتن با هم گوتن چی گوتن گوتنی سر تلاره مشت حسن سواره بوشو عروس بیاره با تنبک و دیاره فصل بهاره عروسی مزه داره عزیز والا عروس داماد بدره فصل بهاره عروسی مزه داره عزیز والا عروس داماد بدره هزینه هایی میکنن واسه جلب 4 تا مشتری رفته ارکستر رو برده. لباساشون هم لاکچریه. میشه اینجا برای من لباس بخرین؟ پولمون برسه چرا که نه؟ ببین نگران پول نباشین من دارم. میشه امتحانشون کنم؟ ایراد نگیرن ازمون. بالاخره اگه بخوایم بخریم باید پروف کنیم دیگه. سلام، خوش اومدین. در خدمتتون هستم. تمام جنسایی که اینجا میبینید با بهترین کیفیت در خدمت شماست. تمام از اروپا وارد کردیم. جنساشون عالی با بهترین کوالیتی. شما میتونید این پارچه رو لمس کنید ببینید که چه پارچه‌ای داره، بی‌نظیره. از ابریش هم خالصه. تمام تن ژورنال‌های خارجی همه اینا رو میبینید شما. در ضمن قسمت مشاهده کنید ببینید چه کیف و کفشای قشنگه. تمام اجناس ما از چرم طبیعی کروکودیله. چی؟ فوق‌العاده است. یعنی شما جک و جونور میکشین که کیف و کفش درست کنین؟ نه ما همچین کاری رو نمی‌کنیم. خدمتتون عرض کردم تمام محصولات ما اورجینال از اروپا وارد میشه. ما برای مشتریامون بهترین جنس‌ها رو انتخاب کردیم و برای مشتری خاصمون بهتره با من تشریف برین بقیه فروشگاه رو نشونتون بدم. خیلی ممنون. ما برای خرید نیومدیم. می‌خواستیم که مدیر فروشگاهتون رو ببینیم. پس لطفاً اجازه بدین صداشون کنم. با اجازه. اونا میکشن اینا میفروشن چه پوزی هم میده. ای بابا. جنوس جان، خانم آقا به شما کار دارن. مشتری رو را بنداز تا بیام. به به چه مشتریای خوش سلیقه‌ای. از اینکه فروشگاه ما رو برای خرید انتخاب کردید ازتون ممنونم. ما اینجا از هر چیز جدیدترین مدلشو داریم. بهتون قول میدم از اینجا دست خالی بیرون نرید. در خدمتتونم. خیلی ممنون. همینطور که به همکارتون گفتم ما برای خرید نیومدیم. اگر برای کار تشریف آوردید که ما فعلا فروشنده جدید استخدام نمی‌کنیم. دنبال پیرمراد می‌گردیم. کارمند ما بوده؟ نمیدونم. کارمند آقا فقط تو انبار آبدارخونه ما کار میکنه. بچه‌ها کسی اینجا آقای پیرمراد میشناسه؟ نه. همکارام هم نمیشناسن. شاید قبل از ما اینجا کار میکرده. ما مدت زمان زیادی نیست اومدیم اینجا. بعید میدونم که کارمنده اینجا باشن. ایشون نقال شاهنامه هستن. همشهریاتون به ما گفتن دنبال هر چیزی یا هر کسی که میگردیم بیایم اینجا مزاحم شما بشیم. مراهمین نفرمایین. پس این آقایی که دنبالشین شغلشون هم نقالیه. بله. کاری که مدت هاست بر افتاده و دموده شده. شهر ما خانم یه شهر مدرن و پیشرفته است. شهریه که توش مد پرسونال برندینگ و محصولات درجه 1 دنیا توش حرف اولو میزنه. پس ما اینجا نه نقال داریم نه لباس نقال. اما حالا که تا اینجا تشریف آوردید بهتره یکم به سر و وضع خودتون برسین. لباسای اون آقا رو ببینیم. لباسای ما اگه چشه؟ ببخشید از نظر یه طراح لباساتون خیلی شلخت است و دموده شده. خب فاشیه. از مد افتاده. یه لحظه تشریف بیارین. این لباسا رو ببینین. شعار فروشگاه ما اینه که آدم اینجا چنگیز میاد فرنگیز میره بیرون. این حرف شاید کمی عامیانه به نظر برسه اما برای فروشگاه ما خیلی معنی داره. مثلا همین خانم که با شماست، آیا برازنده خانمی به این زیبایی هست که لباس پسرونه تنش باشه؟ دخترتونه؟ نه خیر خواهرمه. خانم لباس خوب معرف شخصیت شماست و رفتار اجتماعیش رو میتونه تصحیح کنه. من امروز بدون دریافت حتی 1 ریال، البته با اجازه شما،
میخوام این خواهر زیباتون رو مبدل کنم به یک خانم شیک‌پوش امروزی. خیلی ممنون، نیازی به زحمت شما نیست. هیچ زحمتی نیست. عرض کردم مهمون من. اسب پیشکشیه که دندونشو نمیشمارن. مخالفت نکنین. جون من. بیا عزیزم. اینطور که معلومه این خانم اصلا پیرمراد رو نمیشناسه. باید بریم یه جا دیگه دنبالش بگردیم. آره بابا این اصلا سیسش به پیرمراد نمیخوره. اصلا اومد سری گازشو میگیریم میریم. میگم میخوای تا بیاد بریم یه دوری بزنیم ببینیم اینجا چه خبره؟ معلومه که تعریفای این خانم تو رو هم وسوسه کرده. وسوسه چیه؟ میگم دور بزنیم ببینیم چقدر جک جونور کشتن. خوشو دید یه پر طاووس هم نگذشته بود. چی نگو اومد. ببخشید من به جا نیاوردمتون. مثل که شما 2 نفر حسابی تو شهر ما معروف شدید. لایک عکساتون هم که حسابی داره ترند میشه. چقدر از هنر آقا ارژنگ تعریف کردن. جسارتا من میتونم از این حس زیبایی شناسیتون تو طراحی بهتر ویترینامون کمک بگیرم. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. چیکار کنم؟ در هر صورت که باید تا آماده شدن خواهرتون منتظر بمونید. باشه پس مواظب عسل هم باش. من میرم یه چند جا پرسجو کنم ببینم میتونم آدرس پیرمراد گیر بیارم. باش مواظبم. خدافظ. خب من در خدمتم. کجا بیام؟ بفرمایید. تو نیست و نبود کسی واسه قلبت دیوونم تو خودت بسی با یه جملت قلب من خودشو گم میکنه پیش تو میلرزه دستام خیلی ساده بهت بگم همه دنیای منی درستونی که میخوام خانم ما پیشونی نیستی؟ خانم یه لحظه. خانم سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خوبی شما؟ خیلی ممنونم مرسی. پس آقا ارژنگ کو؟ تو مغازه قرتیشو. فکر کردم تشریف بردیم برای مصاحبه. واسه مصاحبه هم میایم خدمتتون. ای بابا. ببخشید شما اینجا کسی به اسم پیرمراد نقال میشناسین؟ اهل این شهره؟ نمیدونم به من گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. الان دیگه با پیشرفت تکنولوژی و بودن شبکه‌های مجازی مثل این تلگرام و اینستاگرام و این چیزا پیدا کردن دوستان قدیمی فکر نکنم کاری داشته باشه. مردم شهر ما همشون تو شبکه‌های مجازی هستن، همه شاخن. کافیه تو یکی از این شبکه‌های مجازی پیغام بذارید 3 سود پیداش می‌کنی. مطمئنی؟ بدون شک. ما تو شهرمون 15000 تا کانال اینترنتی داریم. 15000 تا؟ بله خانم 15000 تا. مردم همه کاراشون رو تو اینترنت انجام میدن. از طرف یونسکو سال گذشته شهرمون به عنوان شهر آیتی شناخته شده. حالا اگه امکانش هست گوشیتون رو بدید به من، شما رو عضو کنم متوجه میشید. باشه چشم. بفرمایید. مرسی. عکس این آقای پیرمراد رو ندارین؟ نه متاسفانه. یک کانال حقی شما رو عضو کردم. بفرمایید. تموم شد. براتون پست گذاشتم. حالا اگه خبری بشه از آقای پیرمراد بهتون اطلاع میدن. این چرا اینجوری شد؟ نگران نباشید. عرض کردم که تو شهرمون 15000 تا کانال داریم. در هر صورت امیدوارم اون کسی که می‌خواستین زودتر پیدا کنید. من همین دور و برا آقا ارژنگ تشریف آوردم برای مصاحبه منتظرتونم. خیلی ممنونم. با اجازه. خداحافظ شما. حالا چقدر تبلیغ میاد. نترس، اینجا همه بیکارن، از صبح تا شب سرشون تو گوشیشونه. انقدر الان برات پیامای الکی میاد که شارژ گوشیت هم تموم میشه. با منی؟ روبروت وایسادم. اسمم منیره. تو نمیتونی منو ببینی، ولی اگه دوست داشته باشی میتونم بهت کمک کنم. شما روحین یا پری؟ من نه روحم نه پری. یه آدمم که طلسمم کردن. الان نامرئی شدم. کی طلسمتون کرده؟ ژینوس، همون زن مدیر قرتیشو. دیدم که با یه لباس رفتی تو، با همون لباسم اومدی بیرون. فهمیدم که گولشو نخوردی. گول چی رو؟ مگه نمیخواست بهت یه لباس نو بفروشه؟
توی این شهر هر کسی که تم به مدلای مد روز و فضای مجازی نده مردم دشمنش میشن، بهش میگن امول. بعدم اون زن طلسمشون میکنه. به نظر میاد غریبه ای. چیکار داری تو این شهر؟ دنبال یه شخصی میگردم به اسم پیر مراد. نقالی هم میکنه. میشناسمش، دخترم شاگردش بوده. چیکارش داری؟ فقط اون میتونه کمکم کنه پدر مادرمو پیدا کنم. من قهوه خونه‌شو بلدم. اتفاقا خودم خیلی وقته که ندیدمش. باشه بریم. فقط اجازه بدین من خواهرم و دوستم از مغازه قرتیشو بیارم بیرون با هم دیگه بریم. فکر کردم تنهایی. پس اون 2 نفری که اومده بودن تو مغازه همراه تو بودن. پس عجله کن بریم تا ژینوس دونارم طلسم کرده. بیا از این ور دنبالم بیا. همه آتیش‌ها زیر سر ژینوسه. مدیر قرتیشو. از وقتی که با اون قیافه عجق وجقش اومد اینجا همه مردم شهر رو انداخت به چون هم دیگه. چطوری؟ از وقتی قرتیشو رو انداخت این بساط رواج پیدا کرد. همه شهر رو طلسم کرد. من تنها کسی بودم که قبول نکردم پا بذارم توی مغازه قرتیشو و تن به حرف مردم بدم. واسه همینم این بلا رو سر من آورد. بهت کمک میکنم پیر مراد رو پیدا کنی. راستشو بخواین خودم هم حد زده بودم که یه کاسه زیر نیم کاسشه. دیوونه شده. داره با خودش حرف میزنه. من نمیتونم بیام تو. چرا نمیتونی؟ بهت که گفتم ژینوس منو طلسم کرده. اگه بفهم الان میخوام بهت کمک بکنم ممکنه لج بکنه، دخترم هم طلسم کنه. باشه همینجا وایسم از زود برمیگردم. باش. وای ببین کی اومده. کجا بودی تا حالا دختر جون؟ بیا ببین اینجا چه مدلای اسپشیالی هست. خوشگل شدم؟ اونجوری نگام نکن دیگه خانومم. باید بگم ژینوس یه دستی هم سر و گوش تو بکشه. تو دیگه خیلی مثبتی خیلی. این چه مدل صحبت کردن ارجنگ؟ با این چه ریخت قیافه‌ای واسه خودتون درست کردین؟ خوبه که خواهر جون. من تا حالا لباسی به این خوشگلی نداشتم. منم همینطور عزیزم. زود باشین این لباسای خودتون رو بپوشین و برگردین. آخه بیا همین که گفتم. 1000 بار گفتم سر بچه داد نزن. بی‌کلاسیه. میبینی همراها چه نانوار شدن؟ واقعا سلیقه رو کیف کردی؟ نمیگی 1000 آفرین دست مریضات؟ هیچ میدونستی باربی شما الان برای خودش یه پا فرنگه چی میگن؟ یه پا اینفلوئنسره؟ باربی؟ همین خواهرت. آخه اصلم شد اسم. به نظر من اسم اصل خیلی هم قشنگه. بله ولی به درد یه اینفلوئنسر اینترنشنال نمیخوره. من بار دوم دارم این کلمه رو میشنوم. اینفلوئنسر یعنی چی؟ یعنی کسایی که کلی طرفدار دارن. مثلا الان همین من. همه تو فضای مجازی منو به همین اسم باربی میشناسن. راست میگه دیگه. تو هم الکی گیر نده بذاری دست سر و رود بکش. الان کلی طرفدار پیدا میکنی وقت پوله که میاد تو حسابت. هرشنگ اصل چتون شده؟ اصلا انگار نمیشناسمتون، انگار یه آدم دیگه شدین. مثل که یادتون رفته ما به خاطر چی اومدیم اینجا. ما دنبال طرفدار میگردیم. طرفدار به چه دردمون میخوره؟ خانم الان همه به خاطر طرفداراشونن که زندن. اصلا اگه کسی نداشته باشه که دوستت داشته باشه که زندگیت به فناست. خیلی ممنون خانم، ما نیازی به طرفدار نداریم. مهمترین مسئله زندگی ما الان پیدا کردن پدر مادرمونه. زود باشین این لباساتون رو عوض کنید. آخه خواهر جون راست میگه دیگه. حالا یه چند روز اینجا میمونیم خوش میگذرونیم. اینا هم که بساطشون جوره. حیفه ببریشون. باربی و دیوک الان آدمای مشهور شهر ما هستن. یه پا اینفلوئنسرن. دیوک؟ بله. این به بعد تو فضای مجازی منو به اسم دیوک میشناسن. چطوره؟ خیلی هم زشته. زود باشین این لباساتون رو عوض کنید. باشه حرفی نیست. میتونید تشریف ببرین فقط بعد از اینکه لباساتون رو عوض کردین. اما برای اینکه من این همه زحمت کشیدم برای طراحی لباساشون میتونیم حداقل همگی با هم یه عکس دست جمعی بگیریم و قاب بکنم بزنم به دیوار فروشگاه به خاطر نمونه کار. عکسو بگیریم میتونیم بریم دیگه. معلومه هر جا خواستین میتونین تشریف ببرین. ما مثلا همینجا خودمون یه آتلیه داریم. بفرمایید. بفرمایید. به آتلیه قرتیشو خوش آمدید. لطفاً اینجا بایستید. دیوک تو بیا وسط وایسا. آها خیلی خوب شد. آماده اید؟ همگی بگید سیب. لبخند بزنید. 3 2 1
ببین چه عکسی گرفتم. واو، مخصوصا تو دیوک. ماه شد ماه. عالی. بیایید بریم یه سری چیزای دیگه بهتون نشون بدم. پس من چی؟ ارشنگ اصل نامری شده. شینوس یه کمربند چرمی برام رسیده همین 2 ساعت پیش از پاریس. وای من عاشق کمربند چرمی ام. یه بلایی به سرت بیارم ژینوس که تو قصه ها بنویسن. نکنه زلزله شده. چیزی نیست، نگران نباشید. از قرتیشا لذت ببرید. یه آواز شروع کنید. نازنینا بر لبت رنگی چنین دلکش نزن، می پرستم کن میخانه را آتش نزن، با نگاهی این چنین حال جهان در هم نریز، جنگ برپا می کند پرتاب آن مژگان تیز، قلب من با دیدنت گوش به این عقل نکرد، مرحبا بر خالقت که چون تو را خلق نکرد. ببخشید خانم اینجا جن داره؟ نه طبقه بالا دارن بنایی میکنن، احتمالا ساختمون یه تکونی خورده لباسا افتاده. شما بفرمایید بقیه لباسا رو ببینیم، من الان میرسم خدمتتون. منیر کجایی؟ کجایی؟ منیر منیر الو سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحمتون شدم، میخواستم وقت بگیرم بیام خدمتتون، بس که توهمم برگشته، احساس میکنم آدم آهنی حرف بزنیم. من اینجا الان میام. ببخشید آقای دکتر، بس که خیلی شدیده، از 2 طرف صدا میشنوم. بله ساعت 3 خوبه. چی شد پس؟ چرا تنهایی؟ نمیبینی چه بلای سرم اومده؟ تو چیزی نیست. چیزی نیست. من مثل تو نامری شدم. راست میگی، تو الان داری منو میبینی. پس بالاخره ژینوس زهرش رو به تو هم ریخت. آره متاسفانه منم گولشو خوردم. خواهرت اون دوستت چی؟ هیچی. اونا هم انگار منگ شدن. اصلا نمیشناختمشون. همه حواسشون رفته بود به این مدل لباس. اینم یه جور طلسمه، بلایی که سر همه مردم این شهر آورده. اگرم باش مخالفت بکنن میشم مثل تو و من. عجیب بود، حتی صدامم نمیشنیدن. تا وقتی که تو فروشگاه هستن اینطوریه، بیان بیرون میشنون. الان میخوای چیکار کنی؟ بعد بریم بگردیم دنبال پیرمراد. فقط اونه که میتونه تو شکستن طلسم کمکمون کنه. خب پس بریم. منیر جان، شما پیرمراد از کجا میشناسی؟ استاد دخترم بود، بهش نقالی یاد میداد. خودش هم تو قهوه خونه نقالی و پرده خونی میکرد. برای مردم کلی از قصه های قدیمی و کهن میگفت. قصه های آموزنده شاهنامه، قصه های نظامی گنجوی، 1001 شب. منیر جان یه لحظه بیا بریم، من خیال بنده خدا رو راحت کنم. بیا. ببخشید آقا، شما توهم نداری. من و دوستم طلسم شدیم، به خاطر همین نامری. شما نمیتونید ما رو ببینید، فقط صدامون رو میشنوید. خواستم بگم که الکی دکتر نرید. ببخشید آقا.
الو سلام آقای دکتر. بازم منم. بله آقای دکتر من امروز خیلی حالم خرابه. ایوان همکو اینجا حرف میزنن. نمیشه زودتر بیام. دو نیم خوبه. مرسی. میکشمت جبار سینگ. زندت نمیذارم. خشم اژدها کبرایان. اینجا چرا اینقدر همه با هم دعوا دارن؟ اینجا پاتوقشونه. تو شهر هر کی با هر کی بحثش میشه دعواشونو میارن اینجا. البته این کتککاری‌ها که داری میبینی همه برای خودنمایی و معروفیته. برای اینکه میدونن مردم دارن ازشون عکس و فیلم میگیرن میزنن تو فضای مجازی. واسه همین هر وقت بیای اینجا یه دعوا هست. اینجا چرا اینجوریه؟ انگار گرد مرده پاشیدن. یه روزی اینجا چه برو بیایی داشت. کیپ تا کیپ مردم اینجا میشستن. پیر مراد براشون نقل میگفت. پرده خونی میکرد. از روی همین پرده برای مردم قصه میگفت. ببین چی به روز این پرده اومده. انگار یه نفر از عمد خواسته عکس پهلوانای ایرانی شاهنامه رو روله کنه بذاره یه گوشه که از یاد مردم بره. یاد شعر خان هشتم زنده‌یاد اخوان ثالث افتاده. مرد نقال، آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا و دمش چنان حدیث آشنایش گرم. همچنان که جنبشش آرام و رفتارش راه میرفت و سخن میگفت. چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود. صحنه میدانک خود را تندگاه آرام میپیمود. همگنان خاموش گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید پای تا سر گوش. آفرین، معلومه که خوب خوندی این شعر. عاشق این شعرم. اینجور که پیداست پیر مراد خیلی وقت اینجا نیست. حدود 1 سالی میشه از وقتی که ژینوس اومد تو این شهر. تو عکسی ازش نداری؟ برای چی میخوای؟ یه خبرنگاری میگفت اگه عکساشو بهش بدیم به عنوان گم شده میتونه تو مجله ها بزنه. اینجوری زودتر هم میتونیم پیداش کنیم. تا جایی که من یادم میاد یه عکس ازش به دیوار اینجا بود. خب بگردیم پیداش کنیم. بریم.
منیر خانوم بله. میخوام عکس پیر مراد رو پیدا کردم. یه ببین خودشه. اومدم. خودشه. ببین خودشه. خودشه. گفتم که خودشه. تا حالا صدایی شنیدی؟ معلومه. فکر کردم اشتباه میکنم. تو کی هستی؟ پیر مرادم منیر خانوم. پیر مراد کجایی؟ اینجا اینجا صدا داره از اون بر میاد. وای این چقدر شبیه توتی ماست. هنگال خودتی؟ که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. صدا شبیه خود پیر مراده. چرا اینجوری شدی استاد؟ کی طلسمت کرده؟ اون زن ژینوس، اون این بلا رو سرم آورده. از وقتی پاشو به این شهر گذاشت هویت این مردم رو گرفت. همه سرا رفت و گوشی‌های دستی، همه به فکر خودنمایی و زیبایی‌های علکی و پلاستیکی. منم رفتم آرس شدم. به این خانم گفتم من با گوشی و مدرنیته مشکل ندارم، ولی تو داری با فرهنگ این شهر دشمنی میکنی. ببین اونم منو تبدیل کرد به یه توتی. مارم طلسم کرده. نامرئی شدیم. میدونید الان چند وقت بچه‌م نتونسته منو ببینه؟ نگران نباشید، شما منو از اینجا ببرید بالا تو سالن تا بهتون بگم. تنها راه شکست طلسم میره که یه نفر این داستان رو برای 12 نفر رقالی کنه. چرا 12 نفر؟ به تعداد باهای سال. آها کی باید نقالی کنه؟ به ترنم دختر عزیز منیر خانوم. ترنم که هنوز آموزشش کامل نشده. بعدم تو این 1 سالی که شما نبودین کلا نقالی رو ول کرده. تو بیارش، او بابا نگران نباش، ترنم دختر با استعدادیه. اون 12 نفر چی؟ اصلا شما فکر میکنید تو این شهر 12 تا آدم عاقل پیدا بشه که حاضر بشن فقط 1 ساعت گوشیاشونو بزنن کنار بیان اینجا به نقالی ترنم گوش کنن؟ آره پیدا میشه. چند نفرشو خودم سراغ دارم. منو بذار رو صندلی پهلوان سفرعلی، دلم براش یه ذره شده. باشه پیر مراد بیا بریم. ما میریم زود برمیگردیم پیر مراد خان. من خان نیستم، خاک پای این مردم. خان که میگی یاد 7 خان رستم میافتم که با پیروزی ازش گذشت، ولی خان 8 متاسفانه با حیله شغاد نابرادر جون خودش و رخش عزیزش رو از دست داد. معلومه که دلتون خیلی واسه نقالی تنگ شده. بهتون قول میدم به زودی زود واسه مردم این شهر نقالی کنید. با اجازهتون. فعلا پیر مراد. امیدوارم. پرده چرا اینقدر کثیف شده؟ اونایی که میگفتی سراغ داری کیا؟ 2 تاشون که ارجنگ و حسنن. فقط نمیدونم چطوری باهاشون صحبت کنم چون صدا من دیگه نمیشنوه. خب بهت که گفتم از فروشگاه بیان بیرون صداتو میشنوم. خب چطوری بعد از فروشگاه بیاریمشون بیرون؟ به کمک دختر من. بریم اول دنبال ترنم. بریم. بیا از این ور. الو سلام، تاسیسات. در باز خراب شده، خود به خود باز و بسته میشه. آره باشه منتظرم. خداحافظ. کیه؟ سلام، منم مامانت. شنگ بود منگل خانم. میخوای دستمو بیارم جلوت ببینی که خیالت راحت چه؟ نه لازم نیست، ما خودمون درمون چشمی داره.
سلام مامان، چرا امروز انقدر دیر کردی؟ سلام ترنم جان. تو نمیام مامان، یه نفرم همراهمه، اسمش ماه پیشونیه. سلام ترنم خانم. سلام خاله، شما هم طلسم شدین؟ همه تو این شهر طلسم شدن. بودو مامان لباساتو عوض کن، بیا باید با هم بریم. کجا؟ میخوایم بریم پیش پیر مراد نقال. واقعا دوباره استاد پیداش کردین؟ لباس نقالی تو بپوش مامان، کلی امروز کار داریم. چشم، اتفاقا تازه اوتوش کردم. چشمت میبلم. دره که سالمه. یه دقیقه صبر کن، من که از خودم نمیگم که. الان باز و بسته میشه میبینی. ما رو سر کار گذاشتی؟ نه به خدا. نمیدونم باز شاید حتما اتصالی کرده دیگه. بازم ببخشید، دست درد نکنه تا اینجا. باشه، اگه مشکلی چیزی پیش اومد زنگ بزن. دست درد نکنه. خسته نباشید. ترنم مامان جان، تنها کاری که شما باید بکنی اینه که به عنوان یه خریدار بری تو مغازه بدون اینکه ژینوس بفهمه اون دوتا رو برداری بیای. چشم مامان، اما از کجا بشناسمشون؟ من همراهت میام، بهت نشونشون میدم. حواستو جمع کنی یا اگه ژینوس بفهمه کارمون زاره. چشم مامان، خیالت راحت، من نقشم خوب بازی میکنم. میدونم عزیزم، من همیشه به تو افتخار میکنم. ممنون. طفلی دختره رو ببین، با سن کمش قاطی کرده. چطور؟ تو حواست نبود؟ از همون اول داشتم نگاش میکردم، همینجوری یه بند داره به خوش حرف میزنه. خب اگه اینجوری باشه که همه آدمای دورمون قاطی کردن. اینو نگاش کن. تمام زندگی منو بردی، میام زندگی تو به هم میریزم، تمام ماشین رو آتیش میزنم. اون یکی رو نگاه کن. دختره هندزفری تو گوشش داره با تلفن حرف میزنه. همین. آره راست میگی، اصلا حواسم نبود به هندزفریش. حالا 180 درجه رو حال کن. آقا اینو استوری نکن، خشکم جر خون. بازم که دعوا. بهت که گفتم اینجا هر وقت بیا یه دعوا هست. یکی داره تو دلمو خالی میکنه انگار منم دارم عاشق. همینجا بمون، ما میریم زود برمیگردیم. باشه بریم ترنم جان. یاد که از دلم دل بکنی تو، شوخی شوخی عاشق شدم، همونی که خواستی شدم، خونه کردی تو قلبم، منم کبوتر نامت شدم، شوخی شوخی عاشق شدم، جوری بیقرارت شدم که شدی دفای دردم، الهی دارت بگردم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ ما امروز اومدیم فروشگاه قرتیشو، کلی آفرهای خفنم. خب دریا چی میشه به عربی؟ بحر. نه 2 حرفه. یم. میذاری استوری بگیرم؟ آفرین درود. خب بچه‌ها اینم آقا ارزانیه که نمیذاره من استوریمو بگیرم. و اینکه کلی آفرهای خفن براتون میذارن، از طرف پیج منم برین. اینجا بالا میخرین 3 تا میبرین. اون هاشن اون 2 نفرن. اون دختره که کلاه عروسکی سرشه خواهرمه. اون آقا هم که شاخ داره دوستمه. دوستتون یه دیوه؟ آره دیو مهربونیه. ببین به نظر من تو اول برو سمت خواهرم، چون همسن خودته، زودتر میتونی قانعش کنی بیاد بیرون. من اینجا وای میستم. چشم. سلام. سلام. شما از فنای منی؟ فن نه متاسفانه. یه چند دقیقه میای بیرون، کارت دارم. چی کارم داری؟ بیا بیرون بهت میگم. اینات کلانا رو امتحان کن، همشون جدیده. خوش میگذره قشنگ؟ دیگه خوش بیشتر از این؟ میگم میدونی خروس بیوه چی میشه؟ چند حرفه؟ 1 2 حرف. 3 حرف. خرس. میشه خرس. آفرین، خروس بیوه میشه خرس. ببینم تو مشتری ما هستی؟ بله، مامان و بابام هم تو پاساژ دارن خرید میکنن، الان میان اینجا. برم یه چند مدل دیگه براتون بیارم. خب چیکارم داشتی؟ یه نفر بهم گفت که بهت بگم الفت و آفت دارم میان اینجا. واقعا؟ چی گفته؟ خواهرت ماه پیشونی. فقط اینجا هیچ کس نباید بفهمه که من از طرف اون اومدم. باشه. به ارشنگم بگو الفت و آفت دنبال اونم هستن، فقط از ماه پیشونی هیچی بهش نگو.
باشه من میرم بیرون منتظرتون میمونم. زود بیا. خاله جانم. بهشون گفتم. باشه بریم بیرون منتظر بمونیم. بیا. ارژنگ کاشف پنیسیلین میدونی کی بود؟ فلمینگ. میشه ازت خواهش کنم یه لحظه جدولو بذاری کنار و حرفام گوش بدی؟ چی شده؟ بخش شدیم که کجا میرید خوشگلم؟ میریم یه چیزی بخوریم سری برمیگردیم. باشه فقط زود برگردید که کلی لباس خوشگل براتون دارم. برو به مشتریا برس تا صدات کنم. چشم خانم. این چه سر و وضعی واسه خودتون درست کردین؟ یعنی الان میخوای بگی من جلفم؟ من پیرمراد رو پیدا کردم. الانم منتظر ماست. فقط 2 تا کار باید انجام بدیم. میرم دنبال این شهربانی ذلیل مرده و این ارژنگ گردن. یکی توی پیچه یکی گیر سپیچه حالا تو کدومی توی ماه پیشونی من میدونم میتونی پیچیدن شبیه تونی راه تو بگیر برو پشت سرتو نگاه نکن برو رو 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 دروازه میخواد تو رو 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 اگه نری دیگه دیره ره 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 چشما رو تخیره برو به سوی هدف یکی توی پیچه یکی گیر سپیچه حالا تو کدومی توی ماه پیشونی من میدونم میتونی پیچیدن شبیه تونی راه تو بگیر برو پشت سرتو نگاه نکن برو رو 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 دروازه میخواد تو رو 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 اگه نری دیگه دیره ره 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 چشما رو تخیره برو به سوی هدف چی میترسی هیچی نیست بیز مزاحم تو گوشت میکنه ویز ویز میخواد تو رو دور کنه از هدفت صف وایسان از بیا طرفت پشتت هستیم ما حتی توی دعوا در میاریم از پا بفرما واسه دشمنت حلوا پشت سرتو نگاه نکن برو رو 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 دروازه میخواد تو رو 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 اگه نری دیگه دیره ره 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 چشما رو تخیره برو به سوی هدف